हज़रत अमीर खुसरो बुजुर्गतरीन शायर दरी हिंद را तूती हिंद می خوانند. وی اصلا بلخی بوده و بزرگان وی از اونجا به هند آمدند. در اینجا وی در سال 605 هجری در پتیالی متولد و بعداً به دهلی آمده در همینجا متوطن گردید. وی 7 بادشاه دهلی را دیده و در دربار اونها مقام پرارزشی داشته است. آخرین پادشاهان مملوک و پادشاهان خلجی و اولین پادشاه و مؤسس خانواده تغلق مربی وی بودند. گذشته از زندگانی درباری حضرت امیر خسرو در تصوف و معرفت هم درجه عالی داشته و مرید حضرت نظام الدین اولیاء بوده است. آثار امیر خسرو شامل غزلیات و قصائد و مثنویات و رباعیات و مقطعات و ترکیب بند و مرثیه می باشند. مولانا عبدالرحمن جامی در نفحات الانس می نویسد که امیر خسرو 92 کتاب تصنیف نموده و خود امیر خسرو تصریح نموده است که اشعار و بیش از 100,000 می باشد. و صاحب 5 دیوان است که به نام تحفة الصغر، وسط الحیات، غرة الکمال، بقیه نقیه و نهایت الکمال شهرت دارد. گذشته از این وی در پیروی نظامی گنجوی مثنوی نوشته. مثنویات وی قران السعدین، مطلع الانوار، شیرین خسرو، آیین سکندری، لیلا مجنون، 8 بهشت، تاج الفتور، 9 سپر، دول رانی خضرخان و تغلق نامه می باشند. در نصر افضل الفوائد و اعجاز خسروی محسوب گردیده‌اند. حضرت امیر خسرو در غزل السعدی، در مثنوی از نظامی، در مواعظ و حکم الثنایی و خاقانی و در قصائد از رضی الدین و کمال الدین اسماعیل پیروی نموده است. علاوه بر دری حضرت امیر خسرو دیوان هندوی هم داشته و قوالان هند آثار هندی و در محفل سما می سرایند. طبق گفته احادی در عرفات العاشقین کلام هندی امیر خسرو مثل اشعار دری و از لحاظ عدد می باشد. به علاوه و در زمینه موسیقی هم دسترس کامل داشته. می گویند که و مخترع مجیر و سازگری، ایمن و شاق، موافق غنم، زیلف، فرغنا، سرپرده، باخرز، فردوست و منم بوده است. در آخر و در سال 725 هجری در گذشته و در پهلوی پیر و مرشد خود حضرت نظام الدین اولیاء مدفون گردیده است. اکنون 100 سال پس از وفات وی گذشته، هنوز وی زندگانی جاودانی خود را از دست نداده است و هر سال روز وفات وی را به صورت عرس برپا می کنند. قصاید و خیلی روان و پر ارزش می باشند. مثلا در این قصیده می سراید: هر سو جوانان نوسلب، هر سو عروسان در قصب، طفلان نخفته از طرب، دیده به فردا داشته. خورشید چون سر برزده، هر کس براهی در شده، این رو به سوی میکده او در مصلا داشته. همینطور مثنوی های و پس از خمسه نظامی بی مثل می باشد. مثلا در قران السعدین می سراید: گر به گوهر تاج ستانه تو هم، عیب مکن گوهر کانه تو هم. یا در لیلا مجنون می گوید: آتش زده گشت کوه و کن هم، تفسید زمین و آسمان هم. یا در 8 بهشت می گوید: چون نگاه کرد خواجه از بالا، که زنش در رسید با کالا، دادش آواز گفت بر سر تار، پاره قند کن به زودی یار. اگرچه حضرت امیر خسرو در همه اصناف سخن شعر سروده و دسترس داشته، اما در غزل شخصیت و بسیار ممتاز به نظر می آید. غزلیات و دارای موزونیت بر، سوز و گداز، جدت اسلوب، واقعه گویی و معامله بندی، روزمره، تسلسل مضامین، جدت، مضمون آفرینی، ثناء بدایع می باشند. و بسیاری از غزل و زبان زده شعرا و نویسندگان و دانشمندان دری بوده است. بعضی از ابیات شیرین و در اینجا سروده می شود: به خوبی همچو مه تابنده باشی، به ملک دلبری پاینده باشی، من درویش را کشتی و غمزه کرم کردی، الهی زنده باشی. جنس تن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز، آشکارا سینه ام بشگافتی، همچنان در سینه پنهانی هنوز. ملک دل کردی خراب از تیغ ناز، و در این ویران سلطانی هنوز. هر دو عالم قیمت خود گفته ای، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. مهمترین کار در زمینه مطالعه آثار امیر خسرو شمردن ابیات وی می باشد.
ताकुन मालूम नीस्त कि अदद अशार व तक कई मीरसद। इन जानिब दर नुस्खा खत्ती दीवान अमीर खुसरो व दर बयाज़हा व सफ़ीनहा के दर किताब खाना हिंद मिसल पोहंतून उस्मानिये नदवतुल उलमा व शिबली अकेडमी महफूजास्त गज़लियात व मुक़त्ताआत व रुबाइयाती पैदा कर दे हम कि हनूज बच्चा न रसीदे व मुरीद मुताले दानिशमंदान न गर्दीदे است। इंजा फ़कत मतलहा बाज़ी गज़लियात नाशनाख्ते सरूदे मी शवद। बाज रूये तो खुय आलूदा व जादे तो तरस्त जुल्फ़ मशकीन तुरा बाद सबा जलवा गरस्त। ऐमन शबी पलक नजदा बीत बर पलक बर जाए खाव मुंदे मरा खावर दर पलक। हर शब बगमज गिरिय दरिया और बेशोईन वस खाक सरुगूस खसो खावर बेशोईन। फतमी आयत दरे दहलीज दौलत बाउस कुन बारगाह कसर खुद बा आसमन हमरा उसकुन। ऐ बहर मुँह शुदा बस्ते जुल्फत दिल मन वह बहर कू शुदा दर तलबत मंजिल मन। गर्ग हकीकत नशुदत वाक़या जानी मन जुल्फरा पुरस के अस्कीस्त परेशानी मन। तुर्क मन ऐ मन गुलाम रूय तो जुमला शाहाने जहान हिंदू ये तो। मुतरबा सूय चमन वक्त गुलाहंगे तो कू सौते तो नगमे तो बरबते तो चंगे तो कू। सूये तो दीदम रेखती खूने दिलमरा बीगुना अस चश्म खुद मी बीनमिन ऐ रूय चश्मे मन सिया। रफ्त सरमाओ सबा उम्मीद हद अज गुल खबरी पस अज इन माओ लबे जूय रुखे सीम बरी। तुर्क मन खूना बे मन बीनो दस्ते मन दस्तज मन बेशुई तुर्क तुर्की गीर व दिलरा हमजे मर्दो जन बेशुई। जहानी बखौफ खुश अस्त मन अज गम बबी दौरी खुरद हर कस आब खुश दिल मन बखुन खौरी। ख्याली करदाम बिन अस ख्याल खुद नमी दानम जे अबरू पुरस अगर जौरे हलाल खुद नमी दानी। गर तु यक नावक अजन चश्म सियह बिस्तानी मुल्क नौ चरख जे खुर्शीद जे मह बिस्तानी। मीश गुफत गुल बचमन ताज नसीम सहरी वह चे खुश गर नफसी पहलू मन बादा खुरी। अम्मा अजीब अस्त कि इन गज़ल मशहूर अमीर खुसरो कि कव्वालान हिंदर मजलिस समाओ मी सरायान दर हीच नुस्खे खत्ती याफ्ते नमी शबद। नमी दानम ची मंजिल बूद शब जाई कि मन बूदम बाहर सू रक्स बिस्मिल बूद शब जाई कि मन बूदम। परी पैकर निगारी सर्व कद्दी लाल रुखसारी सरापा आफते जन बूद शब जाए कि मन बूदम। खुदा खुद मीर महफिल बूद अंदर लामकन खुसरो मोहम्मद शम महफिल बूद शब जाए कि मन बूदम।